تا حالا شده بچه‌تون قشقرق بپا کنه و با خودتون بگین این همه کتاب خوندم، این همه تکنیک یاد گرفتم ولی هیچی کار نمیکنه؟ یا احساس کنین اطرافیانتون دارن میگن بیا این همه دوره دیده ببین بچهش چجوری داره رفتار میکنه. من از زمان بارداری شروع کردم به خوندن کتابای فرزندپروری و یاد گرفتن و شرکت توی دوره‌های مختلف و با خودم فکر میکردم حالا که این همه تکنیک یاد گرفتم و علمم بالاتر رفته حتما باید بتونم شرایط رو خیلی بهتر کنترل کنم و همه چی راحت تر میشه. ولی وقتی که با چالش ها و قشقرقای واقعی روبرو شدم متوجه شدم این تکنیک ها و این دانش تربیتی قرار نیست معجزه کنه. اینا فقط برای اینن که ما بتونیم آگاهی بیشتری داشته باشیم که پشت رفتار داره چه اتفاقی میافته. کمکمون کنن کمتر گیج بشیم، کمتر قضاوت کنیم و بیشتر همدل باشیم. یادمون باشه که بچه‌ها در حال رشدن و خیلی از توانایی‌هایی که ما ازشون انتظار داریم هنوز درشون به وجود نیامده. پس دفعه بعد که بچت قشقرق به پا کرد نه خودتو قضاوت کن نه نگران قضاوت دیگران باش. یادت باشه که این آگاهی قراره به تو کمک کنه که راحت تر تو این مسیر طبیعی قدم برداری، نه اینکه بخوای زندگی تو تبدیل به یه نمایش بی‌نقص کنی.